دوستای عزیز سلام. امید که صحت و سلامت باشید. فرزانه غفوری هستم با برنامه مدیریت صنف بدون توسل به خشونت. موضوع مورد بحث امروز ما خشونت چیست؟ اگر بخواهیم تعریفی از خشونت داشته باشیم می توانیم بگوییم که خشونت عبارت است از آن ذهنیت‌ها، عملکردها، ساختارها و پالیسی‌هایی که باعث زیان فیزیکی، روانی، اجتماعی و محیطی به خود و یا دیگران گردیده و مانع انکشاف فردی و اجتماعی شود. بنابراین یک عمل فردی یا گروهی است که باعث صدمه فیزیکی یا روانی گردیده و به ارزش‌های دیگران صدمه می‌زند. انواع خشونت. وقتی در این مورد فکر می‌کنیم دقیقاً انواع مختلف از خشونت در ذهن ما ظاهر می‌شوند. اما در ابتدا خشونت به دو دسته تقسیم شدند: خشونت قابل دید، خشونت کمتر قابل دید. خشونت قابل دید که شامل خشونت فیزیکی و روانی می باشد، مانند لط و کوب، شکنجه، تهدید و غیره. خشونت کمتر قابل دید شامل خشونت ساختاری و خشونت اجتماعی فرهنگی می شوند. خشونت ساختاری مانند فقر، تبعیض نژادی، قومی، لسانی، بی‌توجهی به مسائل محیط زیست، محرومیت از حقوق و آزادی‌ها، ایجاد موانع در انکشاف فردی و گروهی. خشونت اجتماعی فرهنگی مانند ذهنیت‌های منفی، روحیه عدم همکاری، بی‌تفاوتی و عدم اعتماد، عدم کنترل احساسات. در اینجا به انواع خشونت‌هایی می‌پردازیم که بیشتر در محیط بعضی از مکاتب دیده شدند. خشونت فیزیکی شامل انواع مختلف چون شکنجه، حمله‌آور شدن، لگد زدن، موکش کردن، شلاق زدن، تهدید و غیره عواملی که باعث صدمه به شاگردان و مانع پیشرفت آنها شوند. و همچنان می توانیم بگوییم که خشونت فیزیکی عبارت است از استفاده نمودن قوه به شکل ارادی بالای جسم طفل که باعث جراحت گردد. به طور مثال لط و کوب کردن، تو دادن گوش، سوختاندن و قید نمودن نفس. خشونت احساساتی تجاوزات متداوم علیه احساسات طفل، به طور مثال ناچیز فکر کردن، قهر کردن یا خجالت دادن طفل در مقابل هم‌صنفی ها. نادیده گرفتن ضروریت‌های اولیه وی. خشونت غفلتی یا نادیده گرفتن ضروریات اطفال عبارت از کوتاهی دوامدار برای پاسخدهی به ضروریات فیزیکی و یا روانی طفل از قبیل نارسایی برای تهیه غذا، لباس، خانه، غفلت و عدم مسئولیت پذیری برای تامین ضروریت‌های عاطفی طفل. خشونت روانی هنگامی که والدین و یا استاد به انکشاف ذهنی و اجتماعی طفل آسیب وارد کردن و یا عامل ضربه شدید روحی به وی گردند، خشونت روانی به حساب می رود. مانند نادیده گرفتن طفل، ابراز علاقه کم به او، عدم محبت و یا ابراز عواطف متقابل، گوش ندادن به طفل، درک نکردن احساسات وی، شکستن پیمانها و قطع صحبت طفل هنگام گفتگو، شرماندن و تحقیر وی. دوستای عزیز، این بود تشریح مفصل در مورد خشونت و انواع خشونت و اینکه استادان گرامی باید از کدام موارد اجتناب کنند تا شاگردان بتوانند در محیط آرام رشد کنند. امید که مفید واقع شود و تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند یکتا میسپارم. اوقات خوب و خوش.